اگه در طول هفته این آمار اسکرین تایمته، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین، چون بهت قول میدم که میتونه کمکت کنه. ممکنه احساس غرق شدن تو سوشال مدیا باعث دور شدن از زندگی واقعی و اهدافت شده باشه و این یعنی وقت شروع حالت مانک موده. حالا اصلا مانک مود یعنی چی؟ مانک مود به فارسی به معنی حالت راهب است، یک تکنیک که از نظم و تمرکز راهبان الگو گرفته شده و شامل اختصاص دادن زمانهای خاصی از روز برای جدا شدن از حواس پرتی‌ها و تمرکز روی مهمترین کارهایی که باید انجام بدی. این میتونه به افزایش بهره‌وری و خلاقیتت کمک کنه و حتی استرس و اضطرابت هم پایین بیاره. حالا چطور باید حالت مانک مود رو شروع کنیم؟ برای این کار 3 مرحله غیر قابل مذاکره برای شروع حالت مانک مود وجود داره. 1. 10 دقیقه مدیتیشن. همونطور که چند ثانیه قبل هم گفتم، یکی از ویژگی این حالت کاهش استرس و بالا بردن تمرکزه که میتونی از اپ‌های توی این حوزه برای شروع کمک بگیری. قدم بعدی حداقل 30 دقیقه ورزش در روزه. این چیزیه که میتونه حس خیلی خوبی بهت بده، مخصوصا صبح، تا بتونی انرژی زیادی برای شروع روز داشته باشی. مصرف نکردن دخانیات. همه میدونیم که مواد مخدر میتونه چه اثرات مخرب و منفی روی سلامت جسمی و روانی ما داشته باشه که یکی از مهمترین اونها تضعیف روحیه و اعتماد به نفس و از دست دادن تمرکزه. این 3 مرحله‌ای بود که در واقع بیس حالت مانک بودن و قابل تغییر نیستن، اما تو آزادی که چیزای بیشتری به این پروتکل اضافه کنی، مثل زندگی بدون فست فود، روزانه 1 گالن آب، بدون فیلم‌های خاک بر سری، محدود کردن استفاده از گوشی و 8 ساعت خواب کامل و خیلی چیزای دیگه. ممکنه حالا برای سوال پیش بیاد که آیا ارزششو داره که بخوام زندگیمو تغییر بدم یا اصلا تأثیری هم واقعا داره؟ من میتونم بهت بگم که روی زندگی من به شخص خیلی تاثیرگذار بوده و مقدار قابل توجهی تمرکز رو بالا برده تا بتونم روی کارهای مهمی مثل همین ویدئویی که داری میبینی تمرکز کنم. میتونی صبح قبل از بیدار شدن بقیه شروع کنی یا بعد از ظهر بعد از تمام شدن روز کاری. فقط یادت باشه که باید از تمام حواس پرتی‌ها جدا شی. این یعنی گوشیتو خاموش و برنامه‌های غیر ضروری تو کنسل کن. تو میخوای یه فضای متمرکز و آروم بسازی، پس اگه گوشی در دسترس باشه ممکنه اونو برداری بری تو اینستاگرام و غرق اکسپلور بشی. بهتره تا تمام شدن کارت گوشیتو توی اتاق دیگه‌ای بذاری. مطمئنا بعدش احساس موفقیت داری، چون میدونی که از زمانت عاقلانه استفاده کردی و روی چیزی که واقعا اهمیت داشت وقت گذاشتی. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. این بود یه آشنایی کوتاه با حالت مانک مود. امیدوارم خوشت اومده باشه و به کارت بیاد. اگه دوست داشتی میتونی عضوی از خانواده ما باشی با ساب کردن. تا از ویدیوهای بعدی جا نمونی. بعدم میبینم.